مهاجران قرقیزستانی در ولایت مسکو طفل نوزاد یک زاده ترکمنستان را به 10,000 روبل و یک موزه زنانه خریدند. در این باره ریاست کارهای داخلی مسکو خبر داد. کمیته تفتیشاتی میگوید که در رابطه با این قضیه 4 نفر زن و شوهر قرقیز، مهاجر زن ترکمن و پزشک او را بازداشت کردند. تفتیش معلوم کرده است که عائله قرقیزستانی با زن ترکمن آبستن شناس شده مصلحت کردند که بعدی به دنیا آمدن نوزاد او را میخرند. آنها با این هدف یک درمانگاه خصوصی را پیدا نمودند. پزشکی مرکز وعده داده است که در عوض 150,000 روبل روسی نوزاد را به نام زن و شوهر قرقیزستانی ثبت میکنند. کمیته تفتیشات نواره را نشر کرد که گویا در اتاق پزشک ثبت شده است. در آن زن با خلعت سفید به یک نفر که احتمالاً مشتری است میفهماند که چگونه کودک به نام شخصان دیگر ثبت می شود. حالا ما شما را به قید میگیریم. دفترچه تیبی را به نام شما میکشاییم. تمام تشخیص ها را در همین دفترچه می نویسیم. شما کیها باز در قید ما هستید؟ خوب. حالا ما برای تولد او را آماده نموده سحر یاری تعجیلی را دعوت میکنیم. تو به او شناسنامه خودت را میدهی. در اونجا یگون مشکل نمی شود؟ نه نمی شود. انیق نمی شود؟ نه نمی شود. او با شناسنامه و با نسب تو به آزمایشگاه می رود. در آنجا برای کودک سند تولد می دهند. شما با این حجت به زاکس می روید و شهادتنامه تولدی کودک را می گیرید. وزارت کارهای داخلی روسیه نوار بازپرسی بازداشت شده ها را نشر کرد. در آن مهاجر میگوید که به مادر نوزاد 10,000 روبل انتقال داده است. پزشکی در درمانگاه خصوصی اقرار شد که برای خدمتش 150,000 روبل گرفت. مادر کودک گفته است که شوهرش در کرسنودر است و مخالف فروش کودک نبود. کمیته تفتیشات خبر داد که ضد گمانبر شدگان پرونده جنایی آغاز گشته آنها به 2 ماه حبس پیشکی محکوم شدند. بعد اون که نوزاد به زن و شوهر سپریده شد، آنها به مادر کودک 10,000 روبل و سپس یک موزه زنانه دادند. در نتیجه چاره‌بینی‌های فوری جستجویی از جانب کارمندان پلیس در شهرهای مسکو و شولکو همه اشتراکچیان نقشه جنایی دستگیر و به مقامات تفتیشاتی برده شدند. عین زمان کودک در بیمارخانه است. در گذشته در روسیه حالتهای زیادی از فرزندان نوزاد خود دست کشیدن مهاجران رسانه‌ای شده است. در حجت‌هایی که به اختیار زایشگاه‌ها گذاشته می‌شد، سبب را نداشتن شرایط خوبی نگاه و بین کودک عنوان می‌کردند. بر اساس قانون‌های روسیه در صورت دست کشیدن مادر از فرزند نوزاد اسم او را فاش نمی‌کنند و این عمل هیچ جوابگری نیز ندارد. در این صورت مقامات محلی به سفارت کشور زن مراجعت می‌کنند.